رشته‌های سفیدی که خودکفایی در صنعت نفت را روایت می‌کند. این رشته‌ها کاتالیست‌های پایه تولید بنزین یورو 5 هستند که حالا با تلاش متخصصان داخلی بومی سازی شده‌اند. به یه شکلی میشه گفت که فقط این تولید بنزین یورو 5 کاتالیستش در اختیار کشور امریکا بوده. پیش کاتالیستایی که در واحدهای دیگه تولید میشه میارن در این قسمت و درون راکتورها جای میدیم و یه سری موادی که تبدیل میکنه این موادو برای کاتالیست نهایی که همون تولید کاتالیست‌های یورو 4 و یورو 5 هست انجام میگیره روش. این محصول کلیدی در شرکت دانش بنیان اکسیر نوین فرآیند آسیا تولید شده و دستیابی به دانش فنی زنجیره کاتالیست‌های مستعمل با 99% خلوص بازیافت را میسر ساخته است. مفهومش چیه؟ هر 5 سال یک بار اگر ما به فرض 20 میلیون دلار بر هر ترین کاتالیست پول میدادیم، حالا با 15% یعنی 3 میلیون دلار دیگه اونو میگیریم، تحویل میگیریم، کاتالیست نو بهش میدیم، بازیافت میکنیم و این سودآوری خیلی خوبی برای مجموعه پالایشگاهی کشور ایجاد خواهد نمود. تلاش متخصصان داخلی در این حوزه ارزآوری بالغ بر 1 میلیارد دلار را برای کشور فراهم کرده و برای اولین بار چرخه دانش و فناوری تولید کاتالیست را به صورت یکجا ممکن ساخته است. قبلا یک کارشناس خارجی با مبلغ 2000 یورو روزانه به پالایشگاه پتروشیمی‌ها اعزام می‌شده. ما این خدمات الان مجانی برای پالایشگاه و پتروشیمی‌ها انجام میدیم. در حین تولید تمام فازها، چه مایع، چه گاز و چه جامدات، در همه مراحل کنترل میشه، تست میشه تا یه محصول عالی با کیفیت به خریدارمون تحویل داده بشه. همکاری بیش از 1000 نفر از متخصصان و 70 نفر از دانشمندان ایرانی در این شرکت سبب شده محصول با کیفیت‌تر و با 1/5 قیمت نمونه‌های خارجی وارد بازار داخلی شود. قطعاً هزینه خیلی پایین اومده. سرمایه‌گذاری که انجام شده دیگه نیاز نیست بیاد امروز سفارش بده برای 1 سال دیگه 2 سال دیگه آیا بهش بده یا نده، سریع از کارخانه حمل بشه به مجموعه. ما امروز دنبال تولید هیدروژن در دمای پایین هستیم که بتونیم انشالله در آینده مسائل سوخت هیدروژن برای خودروهایی که به بازار عرضه میشن هم بتونیم انشالله ارائه کنیم. در این شرکت سالانه 60 نوع کاتالیست به میزان 2500 تن تولید می شود. حمایت از کالای ایرانی فقط معطوف به مردم و کالاهای مصرفی نمیشه. کارخانه ها و صنایع بزرگ با استفاده از مواد اولیه تولید شده در داخل ایران و جایگزین کردن آنها به جای نمونه های خارجی میتونن کمک بزرگی به حرکت چرخهای اقتصادی کشور کنند.